بسم الله الرحمن الرحیم. یا مرتضی علی مددی. دوستان عزیز، یک بار دیگه خدمت شما رسیدیم و این بار میخوایم راجع به یک شیرین عقل دیگه صحبت کنیم که ایرادات رو بر آیات قرآن وارد کرده. بریم ببینیم و برمیگردیم. تناقض 1 سجده 11. بگو در روز مرگتان یک فرشته مرگ بر شما گمارده می شود، جانتان را می گیرد. محمد 47. در روز مرگشان فرشتگان عذاب جانشان را می ستانند. فرشته مرگ، فرشتگان عذاب. خب اولا که سجده نه و سجده. شاید باور نشه سوره محمد اصلا 47 آیه نداره. سوره محمد 38 آیه بیشتر نداره. حالا اگه بر نمیخوره اما اسم سوره رو حداقل درست بگو. در اینجا میگه که در یک جای از کلام الله سبحانه و تعالی گفته یک فرشته مرگ و در کلام دیگر از الله سبحانه و تعالی میگه فرشتگان، یعنی جمع به کار رفته، در جای دیگه فرد. اولا باید بدونی که ملک الموت معنای جنس داره. جنس هم در مفهوم عموم در معنای جمعی هم در کار میره و همونجوری که خودت گفتی در هنگام مرگ عده‌ای از فرشتگان برای عذاب شما حاضر میشن و عده‌ای دیگر از فرشتگان نیز برای قبض روح. همونطور که امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیه السلام در بهار الانوار جلد 6 صفحه 142 حدیث 6 به این موضوع اشاره کرده. بریم ایراد بعدی رو ببینیم. امر 19. برای قوم عاد در یک روز شوم به طور مداوم تندباد فرستادیم. فصلت 16. بر قوم عاد تندبادهایی در روزهای شوم فرستادیم. یک روز شوم، روزهای شوم. اولا فصلت نه فصلت. حداقل نام از این سوره رو یاد بگیر. نمیدونم شما رو چه خدا زده که با نام سوره ها مشکل دارید، باز نقدم میکنید. در اینجا باید بدانی یوم در معناهای مختلفی در لغت عرب به کار میره. یکی از معناهای یوم اشاره در اوقات خاص داره، اشاره در اوقات خاص که میتونه روزهای خاص را در بر بگیره و یوم فقط در معنای یک روز که در تضاد یک شب بیاد یا لیل باشه نیسته. همان گونه که در سوره های دیگر در تعداد دقیق از روزها اشاره میشه که 7 شب و 8 روز بوده. بریم ایراد بعدی رو ببینیم. بقره 122 و 123. بترسید از روز قیامت که هیچ میانجیگر و شفاعت کننده ای ندارید و هیچ کس یاریتان نمی کند. زخرف 86. در روز قیامت هیچ کس اختیار شفاعت ندارد مگر آن کسی که آگاهانه به حق گواهی داده باشد. او زخرف هسته. زخرف چیه؟ تنها زخرفی که من دارم میبینم توی مزخرف هستی. در اینجا در سوره بقره اشاره میکنه که کسی یاریتان نمی کند، یعنی با اینکه شفاعتگران وجود دارند کسی به داد شما نمیرسد، شما شامل شفاعت نمیشید. و در سوره دیگر در سوره زخرف الله سبحانه و تعالی میفرماید که هر کسی که به جای الله سبحانه و تعالی میپرستیدید بدانید که آنها نمیتوانند شما را در یوم القیامت شفاعت کنند. خب این هم هیچ گونه تضادی با هم دیگه نداره. در یک سوره میگه برخی وجود دارن که شفاعت شامل حالشان نمیشه در دلیل اعمالی که انجام دادن. در سوره زخرف الله سبحانه و تعالی میگه کسانی را که به جای الله سبحانه و تعالی میپرستیدید بدانید که اینها در روز قیامت شما را شفاعت کرده نمیتونن و کسانی که شما را شفاعت میکنن آنهایی هستند که در حق گواهی دادند، آنهایی هستند که حق را پذیرفتند، در حق گواهی دادند و او را پذیرفتند. خب حالا بریم صحبت‌های آخرش رو بشنویم. نصیحت کرده ما رو. من دارم به این نتیجه میرسم یه نامردی قرآن رو دستکاری کرده. شاید اگر مسلمونا به جای اینکه با تعصب بگن قرآن معجزه است و کسی نمیتونه دستکاریش کنه، دنبال اونی که قرآن رو دستکاری کرده میگشتن، الان شاهد این همه جنایت توسط مسلمونا نبودیم. خب حالا من یک پیامی دارم، من در یک نتیجه رسیدم. شاید این که تو فکر میکنی خیلی زرنگی، این که تو فکر میکنی مغزت خیلی کار میده اشتباه باشه. یا بذار مثل خودت بگو. شاید او پرستاری که گفت بچه سالمه پول گرفته باشه که خالی ببنده و دروغ بگه. شاید هم پدرت بچه بودی 3 بار مینداختت هوا، 2 بار میگرفتت. این صحبت ها چیه؟ این کارا چیه پسر خوب؟ برو آدم شو، قبولی رو از راه های دیگه هم میتونی بگیری.
حالا نباید که حتما بیای قرآن رو نقد کنی. سجده، فصلت، زخرف. تو نام سوره ها رو گرفته نمیتونی، بعد میخوای بیای محتوایش رو نقد کنی. تو خوانده نمیتونی اسمشه، بعد میخوای بیای کلام عرب رو نقد کنی. لا حول ولا قوة الا بالله. یا مرتضی علی مددی.